مقامات تاجیکستان حمله بی‌سرنشین‌ها به مسجد جماعت آوچی قلعه ناحیه باباجان غفورов را تصدیق کرده، اما نگفتند که در این حادثه چند نفر به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک خبرنامه رسمی گفت حمله بی‌سرنشین‌ها به مسجد آوچی قلعه ساعت 5:20 16 سپتامبر رخ داد. مقامات تاجیک نظامیان قرقیز را به حمله به مسجد گناهکار می‌کنند، اما جانب قرقیزستان در این باره چیزی نگفته است. مسئولین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند نظامیان قرقیزستان بعد اعلان آتش بس عهد شکنانه با استفاده از مهمات وزنین جنگی از جمله چرخبالهای حربی و هواپیماهای بی‌سرنشین ضربه زننده منزل‌های استقامتی شهروندان و انشاءات‌های جمعیتی تاجیکستان را هدف حمله حربی قرار داده است که در نتیجه ساکنان آسایشته به هلاکت رسیدند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی به جز از مسجد جماعت آوچی قلعه به ده‌ها خانه‌های استقامتی، مرکزهای خدمت‌رسانی، نقلیات جمعیتی و شخصی در ناحیه باباجان غفورov و اسفره حمله شده است. مقامات قرقیزستان هم نیروهای تاجیکستان را به حمله به منزل ساکنان و انشاءات‌های اجتماعی گناهکار می‌کند.